خیلی از شماها نمیدونین چرا زمانی که دارین دوخت میزنین و سرقائمی میزنین و نخ رو قیچی میکنین، نختون وقتی از توی سوزن در میاد خیلی کوچیک میشه به این صورت و اگه بخواین کار رو دوباره شروع کنین، احتمال این که زمانی که پایتون داره میاد پایین نخ از سوزن در بیاد. من برای این کار باید چی کار بکنم؟ باید راه حلش چیه؟ اینه که یه تنظیم نخ روی چرخای راستتون هست. این کارش چیه؟ این کارش بچه‌ها شل و سفت کردن نخ شما نیست. کارش اینه که هرچی اینجا کمتر بشه، یعنی سفت‌تر بشه، به این صورت اینجا سفت‌تر بشه، نخ شما کمتر میمونه. من نگاه کنین زمانی که اینو شل کنم و تا آخر بکشم و یه دوخت انجام بدم، حالا نگاه کنین دوختم که انجام بدم، اگر سرقامی بزنم میبینین بچه ها چقدر مقدار نخی که برام من میمونه بیشتر است. پس اگر بخواین نخی که موقع دوخت اذیتتون نکنه، حتما اینو شلش کنید.